اگه به دهک بندی توی سامانه دولت اعتراض داری، امروز اومدم بهت یاد بدم که چجوری خودت این اعتراض رو توی خونه با موبایلت ثبت بکنی. نه نیاز به مراجعه حضوری داری، نه هزینه‌ای باید پرداخت بکنی. خودت میتونی توی خونه انجامش بدی. کل اطلاعات خانوار هم میتونی چک بکنی. حتما پست رو سیو کن که گمش نکنی. یادت هم نره که لایکمون کنی. زنید بعد وارد سامانه حمایت.mcls.gov.ir بشین که براتون آدرسش رو توی کپشن گذاشتم. بعد از ورود به این صفحه میایین توی این قسمت ورود به سامانه رو کلیک میکنین. روی این بخش شما وارد یه همچین صفحه میشین. توی این صفحه دو تا شیوه ورود برای کاربر گذاشته. یکی از طریق کد ملی و تاریخ تولد و کد پستیه که راحت تره، ولی خب خیلی از مواقع این جواب نمیده به خاطر کندی سامانه. بنابراین بهتره که از طریق پنجره دولت وارد بشیم. کاربران حقیقی رو کلیک میکنیم، وارد یه همچین صفحه میشه. من شماره موبایل رو تایپ میکنم و اینجا هم توی این بخش میام کد رو در واقع تایپ میکنم. بعد از اینکه روی این قسمت ارسال رمز یک بار مصرف کلیک بکنید، یه SMS به خط موبایلی که به نام سرپرست خانواره ارسال میشه و اون کد رو باید توی بخش بعدی وارد بکنید. توی این بخش کد ارسال شده، باید بخونینش که حالا یا از سرپرست بگیرید یا اینکه واردش بکنید. شما میتونید اطلاعات خانوار رو کامل مشاهده بکنید. این دهک رفاهی خانواره. وضعیت دریافت یارانه‌شون رو اینجا براتون نمایش میده. وقتی که بیاد پایین‌تر توی این بخش بازم تعداد اعضای خانوار رو نشون میده. شناسه اقتصادی، مبالغی که حالا به حساب واریز شده، ماشینایی که دارن، اگر ملکی به نامشون باشه یا به هر دلیلی هر در واقع گردش حسابی رو توی این بخش شما میتونید مشاهده بکنید. اگرم به در واقع دهکتون اعتراض دارید، میتونید روی این بخش درخواست بررسی کلیک بکنید که در واقع دهک شما توی بررسی مجدد قرار میگیره. ممکنه حالا پایین‌تر بیاد، ممکنه از بالاتر بره، چون دوباره بررسی میشه از اول. برای درخواست بررسی یه همچین صفحه‌ای برای شما باز میشه. یه توافقنامه است. اینو که تایید بکنید، روی این بخش اطلاعات خانوار رو برای شما به نمایش در میاره. اعضای خانوار رو نشون میده و اگر مغایرت داشت روی این بخش باید در واقع کلیک بکنید. اگر نداشت میرید بخش بعدی. توی این قسمت در واقع خرید با کارت بانکیتون رو نشون میده، مجموع واریز به حساباتون رو نشون میده، مانده حساب رو براتون نمایش میده، مجموع کارت به کارتاتون، و اگر هر بخشی از این در واقع ایراد داشت شما میاید روی این بخش در واقع کلیک میکنید و بهش اعتراض ثبت میکنید. اگر هم درست بود که خب هیچ، میزنید روی بعدی. بعد اینجام روی این بخش که دوباره اطلاعات اعضای خانوار رو برای شما نمایش داده و در نهایت روی بعدی کلیک میکنید. توی این قسمت هم باید روی درخواست بررسی کلیک بکنید و تمام. توی دوره بعدی که دهک بندی ها مجددا بررسی میشه، دهک شما هم دوباره از اول بررسی میشه و با گروه بعدی دهک جدیدی به شما تعلق میگیره. ممکنه بالاتر بره، ممکنه هم از پایین تر بیاد، چون مجددا بررسی میشه. روی تایید کلیک میکنیم و در واقع چاپتون انجام میشه. میتونید از این بخش چاپش کنید و اگرم نیازی نداشتین میتونید یه اسکرین شات بگیرین یا اینکه حالا به هر شکل نگهش دارین. در نهایت تاییده که بزنید کار شما تموم شده. توی تاریخچه درخواست هم میتونید در واقع درخواستایی که برای رهگیری دادید رو در واقع چک بکنید. تاریخ درخواسته، در واقع وضعیت درخواستتونه که تایید شده یا نشده. از اینجام که میتونید آخرین وضعیتش رو مشاهده و چاپ بکنید. رسید درخواستتون هم میتونید از این بخش در واقع دریافت بکنید. و آدرس سامانه رو توی کپشن براتون گذاشتم. دوستان اگه پست براتون مفید بود حتما برای دوستاتون ارسال کنید. پست رو حتما سیو کنید که گمش نکنید و صفحه ما رو هم فالو کنید. ممنون از اینکه همراه ما هستین و یادتون باشه که هر اطلاعی اول اینجا چاپ میشه.